اگه این سازه رو ایرانی‌ها نمی‌ساختن الان اقتصاد دنیا اینقدر رشد نمی‌کرد. این کانال یه آبراه مصنوعی تو مصر که دریای مدیترانه رو به دریای سرخ وصل میکنه و اهمیتش هم برای اینه که کشتی‌ها مجبور نیستن دیگه کل قاره آفریقا رو دور بزنن. اولین بار فرعون مصر حدود 4000 سال پیش تلاش کرد که یک کانال بین رود نیل و دریای سرخ رو بزنه، اما بعدها پر شد و از کار افتاد. اما مجدد داریوش هخامنشی این کانال رو مجدد با بهترین حالت ممکنش احیا کرد. در نهایت هم سال 1859 یه شرکت فرانسوی اومد دریای سرخ رو به مدیترانه وصل کرد. اسمش هم گذاشت کانال سوئز. اولش هم این کانال واسه انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بود، اما بعداً ملی شد. الان حدود 11% تجارت جهانی از این کانال عبور میکنن و هر روز بیشتر از 50 تا کشتی ازش رد میشه. اینجوری کشتی‌ها 9000 کیلومتر تو مسیرشون صرفه‌جویی میشه. این کانال 7 میلیارد دلار در سال برای مصر سود داره. حالا بعدش چیه؟ این که هر چیزی که باعث بسته شدنش بشه باعث بحران اقتصادی میشه. مثلا یه بار کشتی اورگیون 6 روز اونجا گیر کرد و کانال بسته شده بود و روزی 9 میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضرر زد. واقعا اگه ایرانی‌ها نبودن معلوم نبود اقتصاد جهان چنده. ولی خودمون الان از همه عقب موندیم. نظرتون چیه؟ برای دیدن ویدیوهای بیشتر پیج هیستوریکال فکتس رو فالو کنید.